دوتا ژاپنی آوردیم براتون که میخوام بدونم آخر این ویدیو شمشیر ساموراییتون رو واسه نیسان سیلفی بیرون میکشین یا واسه تویوتا لوین. بوی ژاپن، بوی ژاپن. تویوتا لوین که مشخصه تویوتا دوام بالا، کیفیت خوب. نیسان رخ وحشی، جلو پنجره جذاب و این از اون ماشیناست که اگر پشت در ماشینی چراغ بدی میترسه میره کنار. اونم که مشخصه بوی ژاپنش میرسه، البته که پلتفرمش چینیه، اینم چینیه. حالا در ادامه با هم دیگه می‌خوایم مقایسه بکنیم ببینیم خرید این به صرفه‌تره، با این بیشتر حس رانندگی لذت بخش پیدا می‌کنیم یا نه بشینیم توی اتاق تویوتا بوی ژاپن رو استشمام بکنیم. الان که داری این ویدیو رو میبینی ما هم نمیدونیم که این ماشین الان لاکچری به حساب میاد، میلیاردی به حساب میاد، یعنی یه ماشین اکونومی اقتصادی به حساب میاد با مصرف بنزین کمتر. ولی خیلی خوش شانسی. چرا؟ چون آخر این ویدیو به این نتیجه میرسی که این دوتا ماشین انقدری که بازار ایران رو داغ کردن، کدومش پرطرفدارتره، کدومش خوش خرید و فروشتره و اون موقع است که به این نتیجه میرسی که آقا من لوین یا کورولا بگیرم یا نیسان سیلفی بگیرم. فعلا نمیخوام راجع به این تویوتا لوین صحبت کنم چون به نظر من اولویت من خوشگل بودن ماشین تقریبا. نیسان سیلفی هم واقعا نسبت به تویوتا لوین یه جذابیت و یه خشم خاصی داره. نیسان سیلفی چیه؟ همون نیسان سنتراییه که حالا آمریکا تو فیلم‌های آمریکایی دیدید، تو کشورهای اروپایی دیدید. وقتی که از طریق چین بخواد وارد کشورهای دیگه بشه به اسم سیلفی نامگذاری میشه و وارد میشه. نیسان سیلفی 3 تا تیپ داره: مکس ادیشن، انجوی ادیشن و آمیتیس، که آمیتیس خودرو و نامی خودرو و پارس خودرو دارن واردشون میکنن. حالا این گزینه‌ای که بغل من وایستاده که من نمیتونم حالا باید رو بهش وایسام چون باید احترام بذاریم به نیسان، نسخه مکس ادیشن فول ترین حالت ممکنشه که موتور ای پاور رو داره و موتور 1.4 لیتری رو داره. این ماشین موتور ای پاور شارژ میکنه موتور الکتریکیشو و یه شتاب خیلی خوب داره و فول ترین حالت ممکنشه. انجوی ادیشن نسخه بنزینی این ماشینه که 2025 داره وارد میشه و نسخه آمیتیسش هم که لو آپشن ترین نسخهشه یا اکونومی ترین نسخهشه که شما میتونید هر نسخه‌ای که مد نظرتونه رو برید ببینید یا داخل شعبه‌های حضوری امرو مکانیک بیاید بازدیدش بکنید. به نیسان احترام میذاریم، میریم سراغ پیرمرد پرحاشیه تویوتا. البته لوینش که محصول مشترک گک و تویوتاست و مدلی از تویوتا کورولا میشه تویوتا لوین که نمیشه گفت فیس لیفته، ولی خب یه تغییرات خیلی جزئی داخل حالا گرافیک چراغ‌ها، جلو پنجره ماشین، نحوه چیدمان سپر و حالا چراغ پشت ماشین و حالا صندلی چرم داخل ماشین ایجاد شده. تویوتا لوین هم 2 تا تیپ داره که البته تیپ دومش هم باز 2 تا تیپ داره. 1200 توربو شارژ رو داریم که شتابش حدوداً 8 ثانیه است و موتور 1800 تنفس طبیعی هیبرید رو داریم که اون ماشین واقعاً یه سر و گردن میتونیم از بقیه تویوتاها بالاتر ببینیمش. نسخه‌هایی که وارد کشورمون شده یه مقدار لو آپشن هستن که البته موتور 1800 تنفس طبیعیش یه نسخه SE داره که اصلا یه هیولای بالفطره است و من به شدت این ماشین رو با این قیافه خیلی بیسیک پیشنهاد میکنم. حالا در انتهای این ویدیو میگم که این ارزش خرید بیشتری داره یا این ارزش خرید بیشتری داره. حالا میخوام از لحاظ فنی بریم ببینیم که این گردن کلفتره یا تویوتا لوین گردن کلفتره. کاپوتاشونو دادیم بالا که یه مقدار بوی ژاپن بیشتر به مشاممون بخوره. تویوتا لوین یک موتور 1200 توربو شارژ با گیربکس CVT رو داره که این طرف نیسان سیلفی یه موتور 1400 ای پاور الکتریکی یا هیبریدی رو داره با گیربکس ECVT با شیفتر الکترونیکی. یه گشتاور 156 نیوتن متری این طرف داریم، یه گشتاور 300 نیوتن متری این طرف داریم. یه توان حدوداً 116 تا 118 اسب بخار این طرف داریم، یه توان 150 60 اسب بخاری هم این طرف داریم. مصرف سوخت این ماشین حدوداً 6.5، البته نسخه بنزینیش. مصرف سوخت این ماشین هم حدوداً 4.5 نسخه هیبریدش که تقریباً با نسخه هیبرید این ماشین برابری میکنه. و تا اینجای کار دوست دارم بدونم که شما نظرتون رو کدومشه. از فنیای جفتشون که گذر بکنیم میخوایم بدونیم که ژاپن چقدر احترام به مشتری براش مهمه، چقدر آپشن داخل جفت طرف برامون قرار داده که ما از اون رانندگی نهایت لذت رو ببریم. نیسان سیلفی رو داریم
که کنترل در سراشیبی رو داره، کروز کنترل رو داره، ترمز پارک برقی رو داره، 3 حالت رانندگی نرمال و اکو اسپورت رو داره. عرضم به حضورتون که کروز کنترل هوشمند رو داره، رادارا رو داره، حالا رادار تصادف از جلو بین خطوط رو کامل داره، سنسور بارون، سنسور TPMS، رادار نقطه کور، رادار تغییر لاین و یه حالت گردن کلفتان تور داره داخل کشورمون خرید و فروش میشه و یه آپشنای خیلی خوب که اسم میکنم نیسان سیلفی به شدت احترام به مشتری براش ارزش داره. الان اومدیم سراغ آپشنای تویوتا لوین که البته هیچ فرقی با تویوتا لوین 1800 و 1200 با هم دیگه تو آپشناشون نمیتونیم پیدا بکنیم. تویوتا لوین 1200 توربو شارژ اولین چیزی که وقتی تو کابینش میشینید دلتون رو میزنه اینه که تنظیم دستیه، یعنی صندلیاش برقی نیست مثل نیسان سیلفی، یا دوربین 360 نداره و اینا آپشناییه که وقتی وارد ایران شده از روش برداشتن. ای کاش بر نمی‌داشتن، ماشین خوش خرید و فروش‌تر میشد. ولی خب از آپشنای ماشین میتونیم حالا کیلس استارتش رو مثال بزنیم، اتو هولدش رو مثال بزنیم، ترمز پارک برقیش رو مثال بزنیم، سیستم صوتی پریمیوم با 4 تا بلندگو با پشتیبانی اپل کارپلی و بلوتوثش رو مثال بزنیم. روکش پارچه‌ای صندلی‌ها 6 تا ایربگ داره این ماشین و حالا ESP و حالا ASC و سامانه کنترل کشش و اینا رو هم این ماشین داره و ارزش خرید و فروش داره. ولی ای کاش صندلیش برقی بود، اون دوربین 360ش هم بر نمی‌داشتید. چرا؟ از لحاظ بازار خرید و فروش جفتشون تقریبا میشه گفت توی سطحن، رند بازارن، مردم استقبال میکنن. داشتم سر میخوردم و تویوتا لوین یه مقدار رند بازاره، یه مقدار بیشتر از نیسان سیلفی خرید و فروش میشه که البته کسایی که یکم غیرت دارن رو نیسان میرن سراغ نیسان. ولی خب توی جفتشون اگه بخوایم یه مقدار با هم دیگه رقابتیش بکنیم، با تمام این که آپشنای کمتری داره این ماشین نسبت به نیسان سیلفی، بازار خرید و فروش این ماشین تویوتا لوین و تویوتا کورولا بهتر از نیسان سیلفیه که البته مشخصه اون تبلیغات و برندی که حالا شرکت معین خودرو و برساوش روی این ماشین انجام دادن خیلی بیشتر از حالا آمیتیس و نامی خودرو بوده و همین موضوع باعث میشه که خب خرید و فروش تویوتا لوین که محصول مشترک گک و تویوتاست بیشتر داخل کشورمون دیده بشه و روی قیمت درستش به شدت ماشین ارزنده‌ایه. اگر بخوایم نیسان سیلفی رو در رقابت با تویوتا لوین بذاریم، نیسان سیلفی دلیلش واقعا مشخص است، من خودم اسم میکنم به خاطر برندینگ و تبلیغات این ماشینه، ولی خب کمتر از تویوتا لوین خرید و فروش میشه. جفتشون به شدت بازارشون داغه، یه مقدار لوین بیشتر. اگر میبینید تدوینگرمون صفحتون رو سیاه‌سفید کرده به خاطر اینکه یه نکته امتحانی خیلی مهم واسه بازار فروش جفتشون باید بهتون میگفتم که نگفتم، که البته کد تقلبه. تویوتا سر تا سر جهان بازار خوب خاص خودشو داره، طرفدارای خاص خودشو داره که همیشه هم تویوتا سوار میشن و حتی اگر پیج اینستاگرام جفت طرف رو هم با هم مقایسه بکنید میبینید تویوتا یه مقدار پیجش فالوورای بیشتری داره. از این طرف نیسان سیلفی کسایی که غیرت دارن روش سوارش میشن، کسایی که از قبل نیسان پاترول سوار میشدن، نیسان ماکسیما سوار میشدن، نیسان رونی سوار میشدن، بخوان یه مقدار پا به سن بذارن میان سراغ سدانش که میشه نیسان سیلفی. یادت اول ویدیو بهت گفتم خوش شانسی که داری این ویدیو رو میبینی، دقیقاً جمع‌بندیش توی آخر ویدیو برات معلوم میشه. چه نیسان سیلفی بخوای بگیری چه تویوتا لوین بخوای بگیری، همشو میتونی داخل همراه مکانیک هم نقدی بخری هم اقساط. تازه اقساط یه شرایط خیلی خوشگل براش داریم که هم با ضامن هم بی ضامن میتونی خریدتو انجام بدی. از 1 هفته تا 60 ماه میتونی خریدتو انجام بدی. تحویل فوری میتونی خریدتو انجام بدی. همزمان با پرداخت پیش پرداخت تحویل میگیری، ماشینتو میزنی به دل جاده. هر 3 ماه یه بار هم اقساط پرداخت میکنی، سندم به نامت میشه. حالا شما به من بگید ویدیوهای بعدی دوست دارید چه ماشینایی رو با هم دیگه مقایسه بکنیم؟